دادسitانی به تحقیق سقوط هواپیمای تعلیمی نوعی АН-2 شروع کرده است که یک کشته برجای گذاشت. هواپیمای تعلیمی نوعی АН-2 در مرکز تعلیمی فخراباد ساعت 10 روز 4 اوگوست سرنگون شد. پس از انجام دادن جایش از پاراشوت و با موفقیت به زمین فرود آمدن پاراشوتچیان، هواپیما وقتی فرود آمدن به زمین، وقتی نشستن، دچار نقص تکنیکی میگردد، دچار یک نوع برخورد شدید به زمین گردیده، در نتیجه همین برخورد آتش میگیرد. در وقتی روی دادن همین حادثه در داخل هواپیما تنها 2 نفر از سرنشینان آن قرار داشتند. هواپیمای سقوط کرده به تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع تعلق دارد و آن برای از بالا پرتافتن پاراشوتچیان پرواز کرده بود. در نتیجه سقوط هواپیما الهام رحمتوف خلبان با تجربه هلاک گردیده، خلبان دوم هواپیما بختیار دولتوی 20 ساله جراحت برداشته است. با گفته مسئولان تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع، همه آنهایی که طریق پاراشوت از هواپیما پریدند سالم به زمین فرود آمدند. مسئولین گفتند این یگانه هواپیمای خرد آنها نیست و بجز از آن باز چندین هواپیماهای تعلیمی АН-2 و یک 52 دارند که خواهشمندان از آن می توانند طریق پاراشوت پرواز کنند. پرتافتن خود از پاراشوت سالهای اخیر در میان جوانان تاجیک محبوبیت پیدا کرده است. به این خاطر این هواپیماها با وجود آنکه سالهای شوروی استحصال شده بودند دوباره مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود سپری شدن مهلت زیاد از زمان استحصال، این نوع هواپیماها برای تعلیم و هم ساحه کشاورزی زیاد استفاده می شوند. خبرنگاران رادیوی آزادی که چند پیش با این هواپیماها پرواز کردند میگویند قبل از پرواز هواپیمای АН-2 را نیم ساعت تعمیر کردند. فرودگاه فخراباد در 30 کیلومتری شهر دوشنبه واقع شده است و سالهای اخیر خواهشمندان چتربازی و یا پرواز با پاراشوت هم در تاجیکستان رو به افزایش آورده است. مولا رجب یوسفی شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.